راز مخفی برای جلب توجه پارتنرت وقتی که ازت داره فاصله میگیره. با این ترفند ذهن اون درگیر تو میشه و احتمالاً تا مدتی نمیتونه از فکر کردن به دست بکشه. این ویدیو رو سیو کن که احتمالاً یه روز به کارت میاد. وقتی پارتنرت خیلی ناگهانی دیگه جوابتو نمیده، این پیام ساده رو براش بفرست. راستش الان یه چیز خیلی مهم و جالب در مورد خودمون یادم اومد و بعد از اینکه مطمئن شدی پیامتو خونده، صفحه چت رو ترک کن و تا آخر روز نه جوابی بده، نه توضیحی و نه پیگیری، فقط سکوت. ذهن اون به شدت کنجکاو میشه و بهت پیام میده و حتی ممکنه بهت زنگ بزنه. اما قسمت مهمش اینجاست، جوابشو نده، بذار تو همون حالت کنجکاوی باقی بمونه. بعد از گذشت یک روز خیلی عادی جواب بده: ببخشید اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم، فراموش کن. این معادله رو عوض میکنه و ممکنه تا روزها پیگیر تو بشه. این بار اون به دنبال توجه تو میگرده و تو این شانس رو داری که با حل کردن مشکلات گذشته به اون نزدیکتر بشی. در نظر داشته باش این ترفند فقط یک بار جواب میده. نظر تو چیه؟ همراه من باش تا در مسیر آگاهی قرار بگیری.